سه دهه را الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد، باید که ما هم انشاءالله خدا خواهد این دهه ها را چیکار کنیم؟ دوست داریم و در این دهه انشاءالله خدا خواهد یعنی بهترین انشاءالله طاعت و عبادت خدا خواهد انشاءالله یعنی بجا بیاریم، چون که این دهه را الله که سبحانه و تعالی دوست می‌دارد. البته این دهه را هممون خدا خواهد انشاءالله دوست داریم، چون که این دهه انشاءالله یعنی با آیات انشاءالله خدا خواهد تصدیق شدگی است، یعنی سوره فجر و اینچنین به حدیث مبارک امام بخاری رحمت الله علیه الحمدلله خدا خواهد چی است یعنی وارد شدگی است. از این سبب انشاءالله باید این دهه را به طاعت و عبادت انشاءالله گذرانیم. در این دهه باید که انشاءالله گناه نکنیم، بتونیم انشاءالله روزها بگیریم خدا خواهد انشاءالله یعنی تا دهه شد، چون که حضرت موسی علیه السلام انشاءالله همین دهه آخری ماه مبارک انشاءالله خدا خواهد دهه گرفتگی هستند. بعد از این تورات انشاءالله نازل شدگی است برای حضرت موسی علیه السلام. عزیزان من، خدا سبحانه و تعالی در سوره 89 قسمی پاره انشاءالله یعنی 30 پاره 89 سوره سوره فجر است. الله سبحانه و تعالی همین دهه بزرگیش برای ما شما انشاءالله تصدیق میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الفجر، یعنی قسم بچی صبح. الله سبحانه و تعالی در این یعنی صبح میگه یعنی آخری انشاءالله یعنی شب است و سرچشمه چی است؟ اولین روز است. الحمدلله و همین انشاءالله خدا خواهد چی میشود؟ سر میشود. الله سبحانه و تعالی انشاءالله قسم خورده است. مقصد چی؟ در برکات فیض این صبح، یعنی وقتی کسی که انشاءالله در صبح میخیزد انشاءالله یعنی صبح بسیار پرفیض پر برکات است، رزقش میشود، تنسیتی انشاءالله تقسیم میشود در زانی من و چندین روایت بسیار موجود است. لیکن در شرح این آیت میگد بیشبه یعنی این قسم خداوند انشاءالله چی است؟ یعنی دهه انشاءالله ماهی یعنی مبارکی یعنی ذوالحجه است که الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ یعنی قسم میخورد انشاءالله خدا خواهد یعنی صبحی دهم انشاءالله ماهی ذوالحجه. البته از این جهت ما هم انشاءالله چیکار کنیم؟ خدا خواهد این ماه دوست داریم و خدا خواهد انشاءالله و در این ماه طاعت عبادت کنیم. و لیال عشر، یعنی این چنین قسم میگن با شبهای دهگانه. یعنی مسئله این تفسیر همین آیت نمیگه شبهای دهگانه چی؟ همین 10 روزی انشاءالله خدا خواهد یعنی ماهی مبارک دهه چی؟ ذوالحجه انشاءالله خدا خواهد. امروز 3 روز شد انشاءالله خدا خواهد، چهارشنبه آغازی یعنی ماهی همین ماه بود عزیزانی من انشاءالله. امروز 3 روزی چی است؟ دهه ذوالحجه است خدا خواهد انشاءالله. امسال الحمدلله روز جمعه یعنی عید می شود و حج الاکبر می شود الحمدلله و هم انشاءالله جمعه و هم نماز عید در یک روز انشاءالله خدا خواهد چی می شود؟ یعنی وارد می شود الحمدلله. همین یک روز وارد شدن سبب انشاءالله خدا خواهد این حکمت الهی الحمدلله. ولی بعضی مسئله ها میگن که مسئله ها تا حالی هم کشاله است که در مابین 2 عید توی کرده نمی شود، بیوه به شوهر داده نمی شود. همین 2 عید هم معناش همین نمازی جمعه نمازی عید در یک روز بیاید. در مابین همین گیم که 5 ساعت یا که 6 ساعت انشاءالله خدا خواهد در مابین همین توی نکاحی درست نیست. سبب که باید که ما شما مشغول به چی باشیم؟ تیاری به طاعت عبادت باشیم، تیاری به انشاءالله خدا خواهد عبادت باشیم، چون که حج انشاءالله این نماز جمعه حج انشاءالله مساکین مدام انشاءالله خدا خواهد باید که ما چیکار کنیم؟ انشاءالله خدا خواهد همین وقت است، خلاص این دروغ است دیگه. بسیاگنده ما بین 70 روز و هاکذا دیگر هیچ این خدا خواهد دلیل و اساسی قطعی ندارد. در کتاب میزان شریعت این مسئله انشاءالله خدا خواهد مطالعه کردم. بزرگ گفتن همچنان که نماز بامداد و نماز یعنی عید قربان و عید رمضان در یک موضع جا بیاید یک روز، بین همین ها درست نیست تو خلاص انشاءالله خدا خواهد.
امام بخاری رحمت الله علیه در حدیث صحیحش میگن ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول الله ولو جهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه و ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاری. امام بخاری این حدیث را روایت کرده. امام بخاری میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم که یعنی نیست روز میگه خوبتر عملی صالح در همون بسوی الله خوبتر روز نیست، میگه نیست. بعدی همین ایامی که چی است؟ یعنی ایام دهه عاشورا. از دهه عاشورا یعنی دهه عشره خوبتر نزد الله سبحانه و تعالی نبوده است. حتی اینکه میگن جهاد و جهاد در راه خدا برمدن ببینید همین دهه افضل ترین انشاءالله چی بوده است؟ دهه بوده است انشاءالله عزیزان من، افضل ترین دهه. ببینید مگر هم گفتن کسی که میگفتن میبراید برای جهاد با مال و با جانشو و در همون یعنی جهاد شهید میشود، این استثناء است میگن. این استثناء. لیکن انشاءالله بینید که از جهاد فی سبیل الله هم دهه عاشورا خدا خواهد عشره را یعنی طاعت و عبادتش چی بوده است؟ الحمدلله افضل ترین خدا خواهد انشاءالله. برای همین این دهه را همه مشکل کنیم ای دست نتیم خدا خواهد انشاءالله. خدا درباره فضیلت انشاءالله خدا خواهد یعنی انجام دادنی عبادت هایی که خدا خواهد مالی و جانی می شود دو نمود عبادت است. عبادت مالی است، عبادت جانی است. عبادت جانی در نماز، روزه، حج می دراید. عبادت مالی چیه؟ الحمدلله قربانی کردن. یعنی قربانی کردن عبادت مالی است. عبادت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یعنی فرمودن خداوند دو نعمت برای پیغمبر علیه السلام دادگی است. دو نعمت. یکی حوض کوثر و یکی دیگر چی؟ قربانی کردن. این قربانی کردن با آیت کریمه عزیزان من سوره 108 سوره کوثر عزیزان من سوره کوثر است در قسم پاره 30 یعنی 108 آیتنا الله سبحانه و تعالی استعیذ بالله انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرزندایی که بچه‌هاشو وفات کردن بعد کافرها طعنه زدن که این دنبریده است بعدی وفاتش نامش نمیمونه نشانش نمیمونه، الله سبحانه و تعالی همین آیت برای دل برداری کردنی پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ فرسون عزیزان من. یعنی گفت که البته گفت این که بدرستی گفت پروردگارت گفت برای تو بزرگی گفت حوض کوثر داد. فصلی لربک وانحر و نماز گذار و شتر قربانی کن. ببینید چون که شتر مالی بهترین مالی عرب است. برای این انشاءالله خدا خواهد بهترین مالی عرب که شتر است، شتر عرباش که میکنن قربانی میکنن. من بهترین مالی ما شما در این دنیا چی است امروزه؟ گوسفند است. چون که اکثر آدما گوسفند دوست می‌دارند. گوسفند انشاءالله خدا خواهد همه اعضاش دوست می‌دارند. چی دنبش است چی واسه است مالی بهترین در نزد ما شما همین به شمار می‌رود. ما هم انشاءالله باید که چیکار کنیم انشاءالله یعنی قربانی همین حکم کتی انشاءالله خدا خواهد ما باید که چیکار کنیم اجرا کنیم خدا خواهد انشاءالله. حضرت زید ابن ارقم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میپرسند که یعنی قربانی که میبینیم چیست؟ گفت این سنتی یعنی پدر شما ابراهیم است. یعنی زید ابن ارقم میگه پیغمبر سوال کرد که این قربانی ها میکنیم این چی است؟ چی سبب است؟ چی اجر دارد؟ چی مکافات دارد؟ گفتن این سنتی که است یعنی بابای ابراهیم است. چون که فرزندش جمعه گذشته صحبت کردیم فرزندش با اسماعیل چیکار کردن؟ برای قربانی کردن آماده کردن، حتی که در قربانی خوابانیدن الله سبحانه و تعالی عوض این چی داد؟ الحمدلله یک
قشقار گوسفند داد عزیزان من انشاءالله خدا خواهد. خب و گفتم فایده این چیست؟ در این از این گفتن خداوند یعنی چی میتید بنده هاندن؟ حضرت پیغمبر گفتن هر یک مویی که گفتن 4 پا دارد در که شخص قربانی کننده البته هر یک تاری موشنا ثواب نیسته می شود. رواه ترمذی، این امام ترمذی روایت کرده حدیثه. ما شما خدا خواهد گوسفند میگیریم، میگیم که گاو میگیریم، همین در بدنش اگر چقدر پشم داشته باشه و پشمش ما شما حساب کنه میتونیم. درست نی؟ هر یک تار شنده الله سبحانه و تعالی در نامه اعمال ما شما ثواب میداده است. الله مهربان خدا خواهد انشاءالله و میدونه چند تار مو داره خدا خواهد انشاءالله بینیم. خب چون که گفتن پیامبر اسلام که چون که خداوند مرا با ابراهیم علیه السلام پیروی کردن امر کرد، چون که گفتن همین قربانی حضرت ابراهیم با جا آورد، لیکن من برای پیروی کردنی حضرت ابراهیم گفت امر کرد. الله سبحانه و تعالی چی گفت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. همین آیت دلالت با تابع شدن محمد و تابع شدن اصحابی که ما و شما دلالت میکند که با سنتای با ابراهیم چیکار کنیم؟ عمل کنیم. خدا چی گفت؟ خب باز میگد امر کرد، میگد بر تو ای محمد صلی الله علیه وسلم که پیروی کنی دینی چی؟ ابراهیم را. خدا میگه بر تو وحی کرد، امر کرد که چیکار کنی؟ پیروی کنی دینی چیه؟ یعنی با ابراهیم. زیرا که میگه از دینهای باطل بیزار بود، چون که با ابراهیم از دینهای باطل بیزار بود، یعنی بجز دین الله سبحانه و تعالی دیگر عبادت نمیکرد، فقط عبادت چیه میکرد؟ الله سبحانه و تعالی دینش میکرد. خب و ما کان من المشرکین، چون که ویها چی؟ از جمله مشرکان نبود. با ابراهیم کافیش دگی نبود، مشرک شدگی نبود. گرچند انشاءالله نمرود علیه لعنت چقدر عذاب و عقوبت در سرش آورد که تاریخ همون خونده بیان کرده بودیم انشاءالله، لیکن هیچ وقت مشرک نشد، هیچ وقت یعنی بوت سجده نکرد، چون که از الله سبحانه و تعالی میترسید. ما شما امروز اندک چیز نه، امروز چیکار کردیم؟ بای داده سادیم. اندک چیز نه انشاءالله خدا خواهد ای دین برمده رفته سادیم. اندک چیز نه خدا خواهد از شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم برمده. این دیمک ایمانداری ما و شما این یک بازیچه از خلاص. ما کور نیستیم. ما اکثر جوانا رو میبینیم نمازخوانان امروز همش مشرک، همش نماز ترک کردگی، امروز همش بگنا آغشته. حتی میگه با ابراهیم میگه خدا وعده داد که نه ابراهیم علیه السلام مشرک نشید، گرچند خدا خواهد در سرش همه قدر مصیبت نمرود علیه لعنت آورد، همه قدر مصیبت در سر زد، در علا پرتافتش، لیکن فقط چی گفت؟ احد گفت، فقط الله گفت، الله گفت، الله گفت. ببینید عزیزان من، در اسلام عزیز عزیزان من تنها یعنی قربانی میکنیم، تمام عبادت هایی که میکنیم عزیزان من فقط برای رضای خدا باشد. چه عبادت میکنی، چه طاعت میکنی، فقط برای رضای الله سبحانه و تعالی نشده کار. برای مخلوق شد الله قبولش نمیکند. ببینید خدا قبولش نمیکند. همه کار چه توی میکنی، چه خیر میگی، چه احسان میگی، چه عبادت میگی، چه قربانی میکنی، چه یک کس نه خیر میکنی، چه خوبی میکنی، فقط برای کش نشده کار؟ اللهش نشده کار. چون خداوند میگه محمد استعیذ بالله کل این الصلاة والنسک والمحیای والممات لله رب العالمین. بگو میگه ای محمد البته نمازی من چقدر نماز میخونه، میگه 5 وقت نماز میخونه، نمازهای نفل میخونه و ها کذا دیگر نماز ها میخونم تصاله.
و نسوکی و حج میکنم و قربانی میکنم و محیای و زندگی من، تمام حیاتی من برای تو است و المماتی و مرده منم برای تو است، لله رب العالمین. بگو میگه خدا محمد الحمدلله. در سوره آل عمران 182 183 آیت، لا شریک له، خدا در شریک نیار، و بذالک امرت، و به همین چیز میگه محمد من امر کرده شدم، و انا اول المسلمین، و من از اولین مسلمان ها هستم. پیامبر صلی الله علیه و سلم، خدا سبحانه و تعالی این امر که کرد، باید ما هم شما انشاءالله چیکار کنیم؟ همین امر موافق انشاءالله. چه داره اون کشته درش گیری. وقتی که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم گفت همه همین برای ما شما تعلقاتی داره، چی نماز میخونیم، چی حج میکنیم، خدا خواهد اینشو برای خدا شرکت کن، چی قربانی ها میکنیم، چی زندگی ها میکنیم، چی میمونیم انشاءالله خدا خواهد باید که برای خدا باشد انشاءالله خدا خواهد. بعد الله سبحانه و تعالی برای ما شما چی میتید؟ اجر و مکافات بهترین میتید انشاءالله خدا خواهد. همش برای الله کنیم، همه این خوبی ها. من مسیح ساخته سمی برای کشترش در کن برای الله. اگر برای مخلوق شد جزا میتی الله سبحانه و تعالی، یا برای خود من شمتی، یا من تعریف کردن، یا من فلان کردن، من پستان کردن گویم، چی میشیم؟ گناهگار میشیم انشاءالله خدا خواهد. هر عمل، چون که همین عبادت است، ساختن مسجد یک عبادت نمیدونه انشاءالله خدا خواهد. الحمدلله چی خیر میکنیم چی احسان میکنیم، بینیم برای این هوشیار شیم خدا خواهد. حضرت ابو هریره میگوید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، شخصی که توانگر باشد باید که انشاءالله خدا خواهد اگر توانگر باشد و قربانی نکند به نمازگاه ما یعنی نآید. پیغمبر اسلام گفتن ابن ماجه روایت این حدیثه، کسی که توانگر باید پول داره چیز داره و قربانی دلش نمیشه، جهد نمیگن سه جهد میکنه من 2 میلیون اگر مرده کار کرده اومدم این قربانش کم چی میشه. گفتن نماز عید نه همون آدم نیاید. مقصد چیه؟ تو یعنی حقیقی مسلمان نیستید. یک انشاءالله خدا خواهد و یعنی قربانی کردن آدمای بایی، اگر پول مالش با زکات میرسه انشاءالله خدا خواهد قربانی کردن برای واجبه، واجب باید که انشاءالله خدا خواهد چیکار کند؟ یعنی قربانی هم بجا بیارد عزیزان من انشاءالله خدا خواهد. بینید همین خیلی حکم است. حتی میگه به یک روایت میگه روز قیامت به یهود و نصارا میخیزد کسی که قربانی این کار میکند، کسی که قربانی نمیکند. بینید پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه میگه مدینه هجرت کردند 10 سال در مدینه زندگی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون که دعوای پیغمبری رسول الله 23 سال شگی خلاص، 13 سال مکه 10 سال مدینه، همین 10 سال هر سال قربانی میکردن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر سال 10 سال روشن 10 سال حتی که از نام امتاش قربانی میکردن. در یک قربانی شو گفتن که پروردگارا همین قربانی من از نام من و از نام امتهایی که قربانی کردن نمیتونن قادر نیستن قربانی کردن به درگاهت قبول نما. سبحان الله. برای ما و شما دعا کرده رفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم. برای این در وقتی قربانی کردن عزیزانی من اگر از یک عائله یک کس انشاءالله خدا خواهد کند، هم عائله نگیم که 10 کسی می چند کسی باشه همه تو در سر همون مال کشتن حاضر شید. چون که حضرت فاطمه مادر پیامبر سنتن که وقتی که قربانی کشته میشد در پیش هوای بیا هر یقینی که انسان اولین که میچکد گناه شما را الله سبحانه و تعالی مغفرت میکنه. اگر در یک خانه خودت بایستی بچت بایست هر دوت قربانی میکنی واجب.
نبراریم. اگر در یک خانه میگد 7 بچه است، 7 بچه همش بای، همه قربانی میکنی، نبراریم. همین 7 قربانی مقصد چی است؟ یک گاو گیرن خدا خواهد انشاءالله، یک گاو گیرن و هر 7ش خدا خواهد انشاءالله قربانی کنن، از 7 هر گردین 7 کس ساکت می شود انشاءالله خدا خواهد. چون قربانی بوز 4 تا مال می شود خلاص، از دیگه مال ها قربانی نمی شود. بوز، گوسفند یعنی گاو، شتر. بینید بوز چند قمش ده؟ بوز از 1 سال زاید دویم سال قدم موندگیش میشیده. اگر 9 ماه هم باشه قربانی قبول نمیشیده. 9 ماه اگر بوز قربانی کنی نمیشیده. گوسفند هم که انشاءالله خدا خواهد از 6 ماه زاید 5 ماه هم باشد نمیشد قربانیت. گاو ای 2 سال زاید 3 قدم موندنش در کار. فتوا نمیخیل است. اگر گیم که 1 سال و 8 9 ماه و 9 ماه هم باشه و حالی 2 ساله پر نکردگی باشه قربانی قبول نیست. یا شتر 5 ساله گفتیم 4 ماه و 9 ماه حالی 5 ندولمده قربانی کنن نمیشید است عزیزان من. یعنی قربانی کردن باید که انشاءالله طبق انشاءالله شریعت نشان دادگی همون مالا عیناً چکاشنش در کار، همون سال پر کردنش در کار، یعنی با پیش با یک قدم موندنش در کار. بنابراین در وقت سودا کردن انشاءالله خدا خواهد ما پرسین گویم گوسفند چند ماه چند قش در خود تربیتش کردی، کلونش کردی، یا گویم که گاو هستی پرسه خدا خواهد این چند ماهی، چون اکثر آدم گناهجویی گفته صدیان برای قربانی کردن پرسیش خدا خواهد این چند ماه است، چند ماه شد. جدا اگر خدا خواهد شاغمان باشه متخصصاتش آدمایی هایی که مثال میدونه هم متخصص فعالات کنه، جدا نباشد نشانتی چایی که قربانی ما شما چی شود با درگاه الله سبحانه و تعالی قبول شود. اگر با از این 7 کس، همین 7 کسی که میکنه 1 تک اگر برای گوش کنی گو که فقط من در گوشش کاره ای هر هفتم قبول نمیشته قربانیت. چوه؟ در اینجا گفتیم که این صلاتی و نسوکی، یعنی نمازی من و خیر احسانی من برای خودت. چون که همون گروپ وقتی که در جمع زدن تو پرسی دیگرتونه برادر تو بچی مقصد قربانی داری گو یا نماز نمیخونه نکوه رشنتی گو مشکوه نماز خون ماهیت قربانی مقصد یک گوشت سویجی بخیرون تگی نیت داره خلاص. به حال ماهیت قربانی چه باید ماده صحبت علماء ها نشته، یک صحبت علماء نشته که فضیلت قربانی چی بودنش برای چی شدن شود در کردنش در کار. قربانی مرده کنم زنه کنم واجب است برادران. اگر زنها تو بگتی باشه اللهی دا پول داشته باشه، هست امروز در تاریخ میبینی که زنهایی هست که الحمدلله من خدیجه مادر میبینین بگتی زن بود، بسیار بای زن بود الحمدلله. امروز در خدا خدی مملکت ما کم باشدن در شهرها اللهی دا بنک دارد، اللهی دا پول دارد و ایها هم قربانی واجبه نبرارن میکنن. بینید اسلام هم خیلی چیز است. برای همین ما و شما خدا خواهد هوشیار شید در همون سری خدا خواهد کار. دویم پیش از خدا خواهد مال خریدن پول جمع کنه بدست. بعدی مثال مال گرفته بعضی هم خیلی میکردن مال گرفته کشته کشیده پولش نه برات زیاد نکنه گفته براتش زیاد نکنه و برات زیاد نکنه هرچی پول نکنه این نمیشته قربانی. باید همه شریک یک جا باشد، همه راضی باشد. برای چی باشد؟ لله رب العالمین، برای الله باشد خدا خواهد انشاءالله. من اصلا برای شما تاکید میکنم در همین اشاره. بعدی که خدا خواهد مالا میکشه کجا با گوشه نکن گوشتی من انی قشید مالی ما انی تشید چو پکازو خشتولی چی در کل بیتن کی در کل بیتن تو برای خدا کری وای چی کارش میکنی من با کوچه تو ای مولا که ما 27 کیلویی کردیم خدا داده تو میگه اوشون پکازو خزاشید خدا دونه شید 7 کس دونه شید
نه که گوشت برابر تقسیم کنیم، یک خیل شود، استخوانش هم یک خیل، همش یک خیل. هم قصاب جوش دوزخ نشه. جواب میدید چون که دیل یگان کس نمونه، ملجل کسی نمیشه. ملجل کسی چون که من دیل سونه میکشم، دیل ویش خدا خواهد دست میکشه، دیل ویش فلانش میکشه. با چی میمونه؟ برابر انشاءالله تقسیم میشه، برابر. حتی اینکه در فتوا هست نقطه و مثال گیم که بند و پوست و همش خیر کرده میشه. بفروشش هم پلیوه خیر کنی. قصاب حقی گوش گفته نمیتونه، قصاب فقط پولش میدیش. اگر قصاب باشه شریک نباشه انشاءالله خدا خواهد یک قصاب که رند انداخته که یک مال گوگی چند کپل گفته 3,000 میکشن، اگر اینکه 300,000 میگیره پولش تیه خدا خواهد انشاءالله رازش کنه خدا خواهد انشاءالله. فتوا نه با اگر کدام کشلاک نکی میگه فتوای هندیه عالمگیریانده، کدام کشلاک نگیم که اهلش کم بغلتره، همو بایا مالی کلو نگرفته قربونی کنن گفتیه. این سنت توی که همون بیچاره همون چی برخوردار شوند خدا خواهد انشاءالله. مالی کلو نه. اگر بای باشی خدا خواهد بخد تیم باشه یک تا خودت گوه کن، نور بالای نور نشته. چون که یک کس تا 7 کسی دیوه شما 2 کس میکنش می، 3 کس میکنش می، 4 کس میکنش می، 5 کس میکنش می، یعنی 1 تا 7. 7 زیادتی ممکن نیست. من گفتیم که اگر بای باشه یک تاش خدا خواهد انشاءالله خودش کشه و خدا خواهد درای خدا همش بتیه. اصل 3 تقسیم کردن در کن، اصلی قربانی 3 تقسیمه. یک قسم خدا خواهد انشاءالله خودت بخور، یک قسم خدا خواهد انشاءالله خیر کن، یک قسم پختت بتونی. کم بغلانه خدا خواهد بیچارانه بتش. اگر کم بغل باشه خدا خواهد بالکل خودش گناه نیست. گیم خود محتاج هستی، گیم که 10 صاحبی، گیم که بعضی هستیم که خدا خواهد انشاءالله 2-3 فرزند در بالامون هست، یا اینکه بعضی خدا خواهد یتیما داریم، بعضی خیش و تباری خدا خواهد انشاءالله کم بغل داریم، امک تاغا. اول همینا نکنه خیره. خیر اول بهترینش خیش، بعد درویش. خدا خواهد یگان خیر میکنی باشی، اول خدا خواهد اطراف تبی، امک تبین احوالش پرس، تاغات احوالش پرس، خالت احوالش پرس، جیانات احوالش پرس انشاءالله خدا خواهد. و هم محتاج در دیگه کس ندادن درست نیست. اول حوایان خدا خواهد انشاءالله چکو کنی خیری احسان حوایان دکنی خدا خواهد انشاءالله. بینی من همین انشاءالله وقتم شد از خدا خواهد انشاءالله. در این باره خدا خواهد با سعیدای ما همیشه تلفن همون است، میتونین خدا خواهد انشاءالله با 7 روز دیگه وقت داریم. اگر یگان خدا خواهد انشاءالله کم بود یا نافهم باشد مرحمت انشاءالله خدا خواهد. همیشه ما در خدمت شما هستیم انشاءالله. یعنی 24 ساعت تلفنی ما کار میکنه انشاءالله خدا خواهد. میتونیم با مراجعت کنین. دعاهاش از خدا خواهد، دعاهاش انشاءالله خدا خواهد من نیسته تیار میکنم انشاءالله. 5 وقت نمازا بیه یا که روزی ایدم انشاءالله خدا خواهد طرز دعاهاش باید که انشاءالله چی گوان و چی تکبیراش خدا خواهد. در نماز خوندنش نفل مستحب ثواب. همین سوال خدا خواهد من قواسیون تشکیل میکنم انشاءالله خدا خواهد 500 تا 200 تا انشاءالله در پیشتاق خدا خواهد مسجد میستد انشاءالله گرفته در وقت قربانی همون دعا را خونده همه خدا خواهد انشاءالله. یعنی با مقصدی خوب با مقصدی نیک تکبیر گفته انشاءالله خدا خواهد با یک خرسندی با یک شادی با یک چهره شادی با غمی پلا نخل که این قبلم رفت اینی تشید او تشید نی غم دلگیر نباش خدا خواهد انشاءالله. خرسند شو که در 1 سال 1 بار خدا منو تا به مال امتحان نکند. 1 سال نه 1 بار امتحان مالی عبادت مالی کنی مالش افضل می خدا میگه من افضل هستم. چون که با ابراهیم بچهش افضل ندونست، بچهش افضل ندونست. خدا امرش کرد اجرا کرد. طوری منو تو هم خدا امر داره. استعیذ بالله فصلی لربک وانحر. سوره کافر خدا میگه بس نماز عید بخون
ای محمد صلی الله علیه و سلم بعد از وی قربانی کن. این امر همه مونده است، این فرمان خدا است، این فرمان یگان خدا خواهد مخلوق نیست. ولی همین پیامبر صلی الله علیه و سلم تو 10 سال قربانیش اجرا کرد. خدا خواهد گوها محمد هیچی نداشت، از گشنگی در شکمگاش وای بسته میگشت، لیکن به خاطری که الله سبحانه و تعالی قربانی میکرد و در همون قرآنی البته چند کسی باشه دعا کنی همه تو قبول گفته خدا من سال اما انشاءالله خواهد تیار میکنم. خدا خواهد انشاءالله در روزنده میتونه مراجعت کنه گرفته خدا خواهد به یک تنتنه به یک خوبی اجرا کنیم انشاءالله. خدا خواهد الله راضی میشود، خدا خواهد انشاءالله نور و خدا خواهد بالای نور میشود.